در حالی که همسر و بچه‌های ایوان تو تعطیلات آخر هفته به سر میبرن، اون سرش به کار خودش گرمه و موسیقی گوش میده تا اینکه صدای تق تق در بلند میشه. بیرون زیر رگبار شدید بارون دو دختر خیس و خندون به اسم جنسیس و بل ایستادن. این دو دختر جوان که ظاهراً برای رسیدن به مهمونیشون به آدرس اشتباهی اومدن، از اخلاق خوب ایوان سوء استفاده کردن و راه خودشونو به داخل خونه باز میکنن. بعد از اینکه میان داخل خونه کم کم شروع میکنن به تحریک کردن ایوان. ایوان هم چند بار مقاومت میکنه و بالاخره وام میده و با جنسیس و بل میخوابه و تا صبح باشون مشغول عشق‌بازی میشه. جهت دانلود فیلم وارد چنل تلگرام بشید که لینکشو براتون تو دیسکریپشن گذاشتم. اگه از سبک ویدیوهامون خوشتون اومد و فیلمایی که معرفی میکنیم رو دوست دارید، لطفاً سابسکرایب کنید تا کیفیت کارمون رو در آینده بالاتر ببریم.